کیلون چنده؟ ها؟ کیلون چنده؟ 400؟ سلام علیکم خوارا و برادرها، امید منم که خوش و آباد در هر نقطه جهان همراه فامیل و دوستای باشید، کامیاب و کامران باشید. امروز یک ریزگک ویلاگ از منطقه زرتان گرفته تا مریاباد را جور کردم و منیزی بسیاری خوب سرکا و کشادک شده سرکای کویته یا سرکای من شهرهای کویته که بسیار فرق کرده و دی روزا اون بلیز و کار شروعه که دبل رود، جنا رود و قدزو قاطی امی رود که دبل پتیل اسپیتال گرد مخرج سرک شی ایرم بسیار خوب جور کرده دیگه. شما رو نارم نشو بیدم و آخری روزه است شهر کویته دیگه. خلوتی یا غید افطار شما رو منظرش نشو بیدم دیگه. همراه از ما باشید تا آخر ویدیو را و این چینل خو نو جور کردم و امید منم که خوشم باید امود که همیشه در دیگه چینل سپورت کرده بودید و همیشه کامنتس مکدین و که از کدام منطقه کویته یا از کدام منطقه مریاباد از زرتان ویدیو میخواهید که بخششم جور کنی، اما فرمایش های خوب شما میتونید که برقرار بلید و باری سن امروز نه این ویدیوی امروز نه. از پیدمان شفاخانه امام خمینی ویدیو ریستارت کده طرفی رود علی‌آباد یا طرفی میدان فوتبال شجاع آباد دستی چپ که ما را دستی راست البته خورده صندوق پلیس سفید مله باغ اما دور رایی است. در دست چپ ما مشتاق شادیال را میگرنید که یک از مشهور شادیال های هزارتون است و در دست چپ دست راست لیری ها مختلف میوه سودا فروخت میشه. امروز آخری روزی ماه مبارک رمضان است دیگه. دست چپ صندوق صدقات استور و ایتر گرفته سنگلی میسم رفته در جلوم سرور وصل میشه دیگه. تیموری پارک است. تیموری پارک 9 کیلومتر ای صندوقی پلیس سفید دیگه. یک دکان به نام اسیا در اونج سابقه مردم مختلف چیزا رو آورده آرت جرم کرده در اون طریقی اسیا یا بازاری اسیا دیگه. این رسیدی اینی گلی دست راست که تو بخوری بله آقی لوتل و پنتاگون سنتر لنگویج سنتر که است یا کورس انگلیسی که یاد میدیم. در دست چپ مای دو کوچه صندوقی جنرال محمد موسی خان رود موره و اینی منطقه به نام گلی سیاه دیگه. گاز سابقه اینجا کارخانه ماچیز بود که بسیار مشهور بود در پلیس سفید. در خود پلیس سفید تایلونجی هم اینجا کارخانه ماچیز بود دیگه. منطقه به نام کارخانه ماچیز میاد میشید یا بعد زیادی مردم رفته گلی کارخانه ماچیز دیگه. دوستا رسیدی منطقه پلیس سفید که در اینج پوست آفیس هم است. اینی دکان نواش در سوپرمارکت گفته میشه دیگه. منیزی لوازمات خانه خورد و نوش هر چی گرمایه دیگه. اینی بسیار مشهور و معروف فیمس پلیس سفید که در منطقه هزارتون آباده. اینی جای هم نو جور شده بخش کارواش یا سرویس استیشن دیگه. دست شبی سرک در پلی خود مدرسه در پارگی سید کریم یا مسجد و امام بارگاه سید امیر آقا موره دیگه. دوستا گلی خیلی قید شده، خیلی زیادی سرک دیگه، خیلی قید سرک است دیگه. این دستی راست ماشاءالله خوب جای جور شده. دستی چپ از مقامی مرکز است که به خاطر مشکلات های مردمی هزاره یک از بهترین شخصیت علامه آصف حسینی سرپرست و بانی از مرکز است قومی مرکز که در اینچ واقعه. سرگی خودی بروری رود اسپیک کالج سردار بهادر خان ویمن یونیورسیتی که در دست چپ ما بود تیر شد یا المرس رئیسن. این سرک را برنامه سیروڑا مگه و این سرک مستقیم بله پشتونخوا چوک مرسر. این سرک وصل منه اسپینی رود و بروری رود را در وسط این سرک افتاده. از اینج مستقیم تو
میتونی که بری طرفی اسپینی رود یا المرایی سندوری اسپینی رود که الان از خاطر سکورتی وجوهات در دست چپ مو ای سرک بسته یا الموی سرکی وسطیر گرفته و ماشینا آخری سرک را گرفته که سرک سابقه استفاده نمیشد دستی راست بود دیگه روا دوای این اسپینی رو رسیدی پشتونخوا چوک مود که بول رو مینگرنید بلش نمیشته پشتونخوا چوک دیگه دایی تایلو مختلف دکانای پیزا واش شده که فور برادرز دومینوز مختلف میتر پیزا شاپ واش شده دیگه منطقه گنج رسیدی دوستا از این چی نوگلاره این فلت سیستم را دست راست خوش نید و دینی مینه یکدن پترول پمپ است که بخش مردمی غریب بخش مردمی که رکشه میچلنه یا موتورسیکل یا روزگاری روز بخششی پترول ایرانی ده اینچی گرمایه دیگه اینی ده چرایی رسیدی و بسیار اینچی بچه مو یک خودخوازی شلوغی از رشکش برکنه یال توخن چوک را تقریبا ما کراس کدم بازم هم در این دیگه اینی سرکی اسپینی رود اینی سرک نو جور شده که به نام سیپیگا میاد میشه و در این چهارایی خیلی اکسیدنت میشه در این چوک معمولا اکسیدنت میشه چرا که هر کس بسیار سپیت مایه و از دو طرف هم از دو اطراف از ما که دست چپ دست راست سرک جور شده اینا 6 لینه سرک های بسیار گاڑی ها تیز مایه در اینچ که میرسه باز دیگه اکسیدنت میشه ما کریم ما دستی از مایه او موقع دستی از مایه اما از سر چوک اکسیدنت دیگه اینی مسجد دست چپ ما دیگه این زیبال دیگه دکانه قصابیه گوشت مرغ گوشت گاو گوشت گوسفند هرچی گوشت امید بخش خوردو دیگه ایمنه قبلا که با سرکش وضعیتش خیلی خراب بود یالی بسیار خوب شده اینی یوترن که انده دیستی راست ما مینگرنی این بریکت که زده اینی ریال بسته کده چرک خیلی بیروبار مشد بخاطر از یوترن یال از بلو باید تو خورده باید بازم سر از او مردم ونوی مایه دیگه بازم خدشادی اکسیدنت هسته دیگه اینه تا پاکستان یالی 5G سرویس هم شروع شده فعلا اینه جیز کمپنی یا موبلینک شروع کده 5G نتورک دیگه این او نالی رسید اینچه ما سیلو کده بودم یالی پشت سرم یک ماشینی ویگو یک چیه ما خیلی آرانم میزنه اینی موتور که تو چرق سیلو رفتی بابا یک آدم گرگوشه موتورسیکل مایه یک چیز مایه او چتل رسواده بلشتی چنامو بینی ماسشنه خوب است یک لحظه کستی رفتی چی شد و اونو موتورسیکل رم کراس کد بسیار دیسپیتی از بالش اینچه هوا میسته بود احساس ندارن دیگه موتورای لکسورا شد مگارسنانی موی دیگه گرگوشه خلچ بلید خستن ده بارش ها و ده او نالی احتیاط کنه چرک مردم بینی ماز میشه کالاش رسوا شده چرا گناه ده گردن خونی خدا حقوق عباد را نمو بخشه حقوق الله را مو بخشه دیگه رسیدی بله پول به نظیر دوستان می افتتای پول به نظیر است که اولایشه زبط برش داره بلو توخ که داورم ماشالله خیلی خوب همه در آور تیتر پاره این چی عموما ناکامل گه نمید کیوشم کدین ده دیستراز از ما پولیس و غیره استه بود دیگه این چه عموما ناکلگیدگی است کسایی که شناخت کارت نداره کاغذاتی موتورسیکل و گاڑی و غیرش پورا نباشد احتیاط کنید دیگه دوستا وضعیتی کویته فعلا خاص خوب نیه دیگه این دوستا بخاطری مافتی توخ کدو این موتور هم دبل پول استشته ARY نیوز دیگه دوستا ده این چه یک رزگه اکسیدنت میشه که اون روی بروی مینگرنید دیگه اینی اکسیدنت میشه یکی از دور از موراییه قدی خوارخیا اینی دوی دیگه از دو طرف هم داره امو قصنا ناجوانه که یک بریک ده قچ فیمیل است یا زادی زن است امو چاره اکسیدنت مونن ده سر ازو دیگه اون جنگ میشه حتی پاییش داره یه آیندهشم در سر رزه گابین میتونه میشه اکسیدنت ها شده راییه دیگه مردم احتیاط کنه هرچی است سر احتیاط و نزدیکی قید افطار است چرا اوقات تلخی جگر خونیش نمو رزه تورا رو بگیرید گفتیم از مردم که رزه جنپار بگیرید هیچ مشکلی نداره
دیگه اون مردم احساس نداره سر از اون، یعنی در اکسیدنت هاش داره یه بر فعلا. خب دیگه سر از اون باید مردم احتیاط کنه، خصوصا قد یک آدم فیملی که باشد لازم زور فیملی باشد. یه تیم مردم بخی خود گم کده لازمی از نیه بشرم به حیاشتن دیگه قصدنم این کارارمونه که شاید او ترس بکره یا او سایت کنه دیگه لوقش فیملی غریب سایت رایی رود آرنگا باش رود خیلی دست تو کنم از این طرف شم کراس میتینی دیگه سیده سیده ماده زده. خدا مردم را خیر بده، خدا وششدن بده، خدا کم حوصله بده، خدا کم شرم و حیا بده دوستا. دیگه این سرک روی پتیل رود که نو جور شده دیگه اینه وضعیت میگن یک روز یک سواری هم زنج گرفته تیل مگه این منطقه مثل که جایی کویتایت نیه علاقه کویتایت نیه از دیسک خوشنما چارده ورش در درخت و دیگه بوتا کشته گلاب کشته دیگه دوستا ساکت مثل یکو شهری کته یا خوشنما لاهور اسلام آباد الدی جور کده این منطقه یک تیکه سرک را دیگه دوستا رسیدی در ایمیجینا رود که آخری سیش بلی کواری رود کد مخره دیگه این می تقریبا آخری سی سلیم کامپلکس رایل هوتل دیگه رو بری پتیل هاسپیتال در دیست چپ ما سیول سایز کالج دیگه که بودید می منطقه که این سخت سیمزین چی دیوال سایز کالج شروع شدی ال دیوال رو چقدر پاسپورت در دیست چپ سایکت خیلی پاسپورت سرک رو کشاده کده از اون لب کم ده از اولی تر کتی کارنر وری بود یا لینت گولایی خورده دیوال سایز کالج رو بسیار پاسپورت دیگه در دیستی رسم مختلف پرایویت هاسپیتال که بلون یاسین هاسپیتال این رسیدی تو ساده نزدیکی موتینام رود و اینی گلیر قطعوی رود یک گلی دیگه بنام شوکشا یکی شوکشا وش زورکرام یک زورکرام رود یک شوکشا رود مردم ما تبال فرقش گرفتن نتونستم دیگه دوستا اینی موتیرام رو در دیستی چپ ما که این مشهور به خاطر گل فرش گل یعنی بخش عروس و داماد بخش سجاوت خانه عروس و داماد بخش گلکاری بخش همزی چیزای کارهای خوشی مرکز شنمی منطقه دیگه یعلم به خاطر پول پتی هم دون که همو بلگی گل که نمینگرنی دبل تیبل چنده اینیا از پوش نزیم دون او پرسان قد موالیشی گفته که 600 روپیه ایش 500 بای کد دیگه از اینش تو خورده ده خود موتیرام رود مورم یه منطقه پتیل روده از اینش تو خورده بله موتیرام رود از اینش سوال کن که اون چی چندی موگه از همزون چه که 1 کیلو گل بگیرم که صبح وقتی ده سر خاگا ده بله قبرهای مرده های خرافته سوره فاتحه خانده گل پاش میدی و او پاشی مونی خداوند عالم مرده های مر بیامرزه جمیل المؤمنین و المؤمنات رو بیامرزه خدا مرده کلگی از ما و شما رو بیامرزه خدا و دنیایش خوب کنه خدا اید غم ندیه سوای غم حسین علیه السلام دیگه اینی منطقه گل کلونی 400 کلدار بود که از اینچ خریدم دیگه از اینچ مارتن دوری پرنس رود پرنس رود در بابد خورد و نوش خیلی مشهوره که یک حساب فود استریت که موگه در کویتا فود استریت پرنس رود است دیگه این نمود که منگرنید موتیرام رود جای کالای داماد مختلف کتینگ همی کاراکوری سنترایش است که دیگ پخت پس واسکات جکیت شیروانی شلوار کمیز دیگه همه این جایش است دیگه موتیرام رو دو سازی چمنه را کسایی که بلد نیه بخشه وسایلای عروس و داماد خانه عروس و داماد همه چیشی هم زینج گرمایه هر چی که بخوایی دیگه این رسیدی دوستا ده پرینس رود که رو بروی گفته میشه عبدالستار رود بر فعلا این سرک را بالکل بسته که اون تو راینا کتکتا زده که یک موتورسیکل هم تیرشته نتنه اینی پرینس رود فود استریت کویتا این پرینس رود است که ما تو میگرنی دود پشلای گفتش که از کباب و از چرگا و از دیگه شروعه چپلی کباب هر چی که بخوایی این میج گیر میرید بخش خوردو
دیگه یک دگ تلختون خوش نبره دیگه این چی زیادتر خوراکش تلختون نسته و ده اینج گفته نشنه که نگفتنم نه این چی پانم گرمایه که بچه شوق پان خوردور داره از اون گرمایه این چی دیگه تختوخ شب ایده صبح ایده به خاطر از بچه هم پتاخی های شبی برادر این شا استفاده کده یا خدای نردره نگداید کنه کسایی که قلب امراض قلب داشته باشد دیگه بخشد داخل سخت تمام میشه دیگه نه باید شرم بخوره یعنی جان بروس رو دوستا دستی راست ما اولی که شروع کده بود دو سه دن دکان داشتی حال پورا مو ایریر دکانایش اینا گرفته وسیع کده کاربار خور اول فقط این میسته بود این دستی راست مویل دیگه اون تیلوس کجا شروع شده جان بروس دیگه دوستا رو بروی منبر کلانه جان بروست این دستی چپ موسیقیت این می علاقه این منبرگای کلانه که این دکانایش این دروازهش دستی چپ منبر کلان پرینس رود دستی رسم و مسجدی برادرای ما یکی از این چی رستکی موری بله خدای داد رود و از اون چی غلزای رود از غلزای رود طرفی مریاباد اینتر میشه علمدار رود سلام علیکم و علیکم السلام برار جان خوب این جان شم جوره خیرت بخیر جان شم جوره چی کردی از بروری بخشش امریکا ورده بودم دکان چو وازه ای دکان وازه مو در دوران چیزا دکان کردن میرم تو میش منی دکان استارمونه بشه خو این ما رسیدم دیگه به دکان چم من دکان چم رو بروی دروازه ریزی از الخان اسکول که بله گراوند نه خوب این رسیدم خب دوستا ویدیو از ما داخل رسید دیگه تشکر همراه از ما بوده تا آخر ویدیو را دیگه بسیار زیاد تشکر و خواهشات خو اظهار میتونید در کامنتس باکس که شما از کدام منطقه کویته یا مریاباد آزارتان میخواید ویدیو باششم جور کده در یوتیوب چینل اپلود کنم گزارشات خود در کامنتس باکس نوشته که تا ویدیو اندر خدا